سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اولا که تبریک میگم، من بالاخره میکروفون و لایت خریدم، ولی اولین باره که دارم ازشون استفاده میکنم. اصلا قبلش وقت نکردم که آزمایش کنم ستینگ های مختلف و ببینم که چه نوری خوبه، اصلا الان میکروفون کار میکنه یا نه. امیدوارم که کار بکنه. بعد چون یه نیم ساعت دیگه باید برم سر کار، واسه همین سریع گفتم این ویدیو رو ضبط بکنم. امیدوارم خوب از آب در بیاد، چون که دیروز سر یه کار بازرسی بودم و به نظرم خیلی جالب بود. گفتم بیام در موردش صحبت کنم، چون اگه زمان بگذره اون چیزایی که میخوام در موردش صحبت بکنم از ذهنم پاک میشه. حالا یعنی امیدوارم که حالا نور و میکروفون و اینا همه اوکی باشه دیگه. من دیروز رفتم سر یه کار بازرسی که بهش میگن اودیت. شما میرین یه کارخونه رو بررسی میکنین و یه گزارش مینویسین، میدین به کلاینتتون و این سوال کلاینتتون رو جواب میدین که آیا اون کارخونه مناسب هست که ما قرارداد باهاشون ببندیم یا نه. حالا دیگه تو این بازرسی شما موارد مختلف رو در نظر میگیرین، از نظر اینکه اینا تجهیزات لازم رو دارن، افرادشون حرفه‌ای هستن که بتونن مفاد این قرارداد رو انجام بدن یا نه. خلاصه یه سری چیزها رو شما، یه سری سوالا رو میپرسید و تیک میزنید و در نهایت ریپورتتون رو مینویسین. حالا شما که به عنوان بازرس میرید اونجا، اون کارخونه هم اون تیمی که در اختیار شما قرار میده که سوالای شما رو جواب بده، خب خیلی حساب شده انتخاب میکنن، افرادی رو معمولا انتخاب میکنن که تجربه زیادی داشته باشن و بتونن شما رو به عنوان یک بازرس تحت تاثیر قرار بدن تا شما گزارشتون رو یه جوری بنویسین که اونا بتونن قرارداد رو بگیرن. ما قرار بود یه تیم 2 نفره باشیم که از طرف کلاینت می اومدن و اون نفر اصلی قرار بود لید باشه، یعنی قرار بود اون بازرسی اصلی رو انجام بده و من اونجا بودم. حالا اگه چیزی از جا افتاد بتونم کاور کنم دیگه. منم از چند روز پیش نشسته بودم و این همه اطلاعات لازم رو در آورده بودم و خودم آماده کرده بودم و رفتم. صبح رسیدم کارخونه و اون فردی که قرار بود کل اون روز رو با من باشه از طرف اون کارخونه، که معمولا مهندس کنترل کیفی هستن، به من گفتش که خب کلاینت ایمیل زده و گفته که نفر لید اودیتور نمیاد، یعنی اون نفر اصلی نیست و من تنها هستم. اصلا یه شوکی بهم وارد شد، چون که اصلا انتظار نداشتم که قرار باشه کل پروسه بازرسی رو که مثلا 8 ساعت هست من بخوام رهبری بکنم و اینا. ولی دیگه به روی خودم نیاوردم و این ذره خودم رو جمع کردم و اینا، رفتیم که کار بازرسی رو شروع بکنیم. حالا مهندس کنترل کیفی که من قرار بود باهاش کار بکنم، یا آقای مثلا 60 خورده ساله مسن، مثلا 60 بالای 65 بودن و با یه تجربه کار مهندسی و تخصصی در مورد ریخته‌گری حدود 40 سال تجربه داشتن. بعد مثلا من یه ذره اینجوری بودم که اوکی، این الان مثلا منو نگاه میکنه، میفهمه که من مسلما اندازه نصف اون هم اطلاعات فنی ندارم. ولی خب از یه طرف دیگه هم گفتم که دیگه همینه دیگه، منم عوضش مثلا ممکنه یه اطلاعاتی در مورد مدیریت پروژه و این چیزا داشته باشم که مثلا اون نداشته باشه، که بعید میدونم البته. به هر یه ذره وضعیت آکواردی بود دیگه. تو داری میری از کسی، مثلا کسی رو بازرسی بکنی که میدونی خیلی بیشتر از تو میدونه. خلاصه اولش نشستیم و یه ذره در مورد کارخونه شروع کرد اون صحبت کردن و توضیحات دادن و اینا. حالا اصلا نمیخوام در مورد قسمت فنیش صحبت بکنم، ولی برام خیلی جالب بود که به خاطر تجربه کار بالایی که داشت در تمام طول اون 8 ساعت چجوری از تریک های روانشناسی استفاده میکرد که بتونه من رو به عنوان یک بازرس تحت تاثیر قرار بده که من بتونم گزارش خوبی بنویسم. و درسی که من تو این بازرسی از اون آدم یاد گرفتم این بود که ماشینوار به پروسه بازرسی نگاه نمی کرد. یعنی اینجوری نبود که اوکی این قراره این سوالا رو از من بپرسه و من باید به نحو احسن این سوالا رو جواب بدم تا ما بتونیم پاس بشیم این اودیت رو، بلکه من رو به عنوان یک آدم میدید، انسان که میتونه من رو تحت تاثیر قرار بده. من معمولا تو زندگی روزمرم با افراد دیگه اینجوری برخورد نمی کنم و بیشتر به سمت اون ماشین بار هستم و کارکرد مغزم اینجوریه و متاسفانه میدونم که زیاد جالب نیست این برخورد با آدم ها و اینکه شما بتونید اون
جنبه انسانی آدم ها رو تحت تاثیر قرار بدین، درهای موفقیت بیشتری رو برای شما باز میکنه. حالا امیدوارم توضیحاتی که دارم میدم واضح باشه و معلوم باشه منظورم چیه. مثلا همون اولش معمولا زیاد جالب نیست که از آدم ها بپرسین که گوشیم زنگ خورد. آره داشتم میگفتم معمولا زیاد جالب نیست که شما از افراد نشنالیتیتون رو بپرسید، ولی اونجا چون من داشتم فارسی یادداشت میکردم و خب از راست به چپ مینوشتم، دیگه یه جای احساس میکنم نتونست جلوی خودش رو بگیره و برگشت گفتش که به چه زبونی داری مینویسی. اونجا بحث شروع شد و من بهش گفتم که آره من ایرانی هستم و به فارسی دارم مینویسم و اینا. سریع از فرصت استفاده کردم. من 2 بار ایران بودم و خیلی سال پیش دهه 90 میلادی و برای بازرسی رفته بودم. این شهرها رو رفتم، اصفهانم رفته بود که من حدس می‌زدم باید اصفهان باشه چون خب صنعتی ریختگری تو اصفهان اینا خیلی کارخونه‌های قوی داریم. بعد دیگه چند تا ماجرا تعریف کرد و نه مثل یه آدم جوون بی تجربه مثلا سعی می‌کرد با دادن فیدبک های خیلی مثبت خیلی تابلو برای تحت تاثیر قرار بده، نه مثلا چیز منفی و حساسی رو پیش میکشید از نظر سیاسی و اینا. خیلی ماهرانه روی لبه شمشیری که میتونست خطرناک باشه راه میرفت و من این بازیشو دوست داشتم و یه حسی به من داد که این داره نظر صادقانش رو به من میگه، هرچند که تو بک‌گراند ذهنم میدونستم که این جزء بازی هست که این داره انجام میده در نهایت به اون قرار داده برسه. ولی اینکه اینقدر حرفه‌ای و قشنگ داشت این بازی رو اجرا میکرد من واقعا داشتم ازش لذت میبردم. و آره مثلا گفتش که ما توی هتلی بودیم، هتل اینترنشنال بود، من قوانینش رو نمیدونم چجوریه، ولی یه خانومی که قرار بود بیاد تور گاید ما باشه بعد از کارهای فنی و اینا مثلا ما رو ببره تو شهر بگردونه، با یه حجاب و پوشش خیلی کامل اومد، ولی وقتی وارد هتل شد دیگه اونجا که حجابشو برداشت من دیدم که این از زیر اون چادر لباسای مارک پوشیده، لیوایز و اینا پوشیده بود و خیلی رنگارنگ و خوش استایل و من فهمیدم که این خانم درونن به فشن علاقه داره، هرچند که در ظاهر مثلا اون چادر رو پوشیده با اینا و این حس بهم دست داد که شاید دوست نداره اون چادر رو بپوشه و اینا. بعد دیگه یه ذره در این مورد با هم دیگه صحبت کردیم خیلی کوتاه، جفتمون هم میدونستیم که نباید خیلی مثلا عمیق بشیم تو این بحث و اینا و این آره میگم خیلی یک جوری با من برخورد میکرد، زبان بدن و جملاتی کلماتی که استفاده میکرد که آره من دارم نظر صادقانم رو در مورد کشور شما به شما میگم و بیشتر هم به سمت مثبت بود، ولی میگم خیلی مثلا اینجوری نبود که وای آره غذاهای شما خیلی عالیه با اینا که من یهو گارد بگیرم که اوکی مثلا تو الان داری ببخشید این کلمه رو میگم مثلا داری پاچه خاری میکنی که من گزارش خوبی بنویسم. خیلی این تعادل رو میتونست حفظ کنه و که من فکر میکنم این توانایی در اثر سالها تجربه و کار با آدم‌های مختلف به دست میاد. بعد مثلا یه خورده دیگه رفتیم جلو در مورد چیزای مختلف صحبت کردیم. بعد یه جای برگشت به من گفتش که من احساس میکنم دارم با خانومم حرف میزنم وقتی با تو حرف میزنم و اینا. بعد من به شوخی برگشتم گفتم امیدوارم که این معنی جملت خوب باشه بد نباشه. بعد یه ذره خندیدیم و اینا. گفت نه من یه ذره در مورد تحلیل رفتارهای آدم‌ها مشکل دارم و تحلیل میمیک صورتشون که من فکر میکنم داشت میگفت که یعنی احتمالاً یک اوتیسم ضعیفی داره. گفت آره مثلا یه نفر ممکنه جلوی من بشینه و لبخند بزنه و مثلا خیلی چیز مثبت زبان بدن مثبتی از خودش ارائه بده و من متوجه نباشم که الان اینجا واقعا داره چی میگذره، اون سعی میکنه چی رو به من القا بکنه. که تو دلم گفتم که آره منم یه ذره اونجوری هستم، چون منم یه ذره اینجوری در خوندن دلیل پشت رفتارهای آدم‌ها یه ذره مشکل دارم. بعد به من ولی حالا چیزی که اون میخواست به من بگه این بود که من خودم تو این قسمت مشکل دارم و معمولا خانومم وظیفه رو داره که تحلیل کنه و به من توضیح بده. من بعد از کار میرم خونه و ماجراهای سر کار رو براش تعریف میکنم و اون به من توضیح میده که حالا اون اتفاقی که اونجا افتاده به چه دلیلی بوده و اینا. من میگفت الان هم احساس میکنم دارم با خانومم صحبت میکنم که برای من عجیب بود، چون من معمولا
این که مثلا هوشمندانه بفهمم پشت رفتار آدم ها چی هست، دلیل این رفتارشون چیه و بیام واکنش درست در برابر اون انجام بدم، این رو نقطه ضعف خودم میدونم و میدونم که تو این کار قوی نیستم. حالا شاید هم این بحث رو پیش کشید که همون از اون تریک های روانشناسی باشه که مثلا احساس نزدیکی با هم دیگه بکنیم دیگه، میگم با همون جنبه انسانی من کانکشن برقرار کنه به جای اینکه خیلی مکانیکی این اودیت رو با هم پیش ببریم. بعد ولی مثلا این که میگفتش که مثلا نمیتونم تحلیل کنم موقعیت‌های مختلف رو درست، واقعا این حرفش درست بود. مثلا فکر کنین یه جایی توی بازرسی رفته بودیم کوره ها رو به ما نشون میداد، کوره های خیلی بزرگه که توش مذاب فلزات و اینا هست دیگه. بعد برگشت یه ذره سکوت کرد و به افق خیره شد و یهو برگشت گفتش که من خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنم که بهترین روشی که تو میتونی از دست یه جسد راحت بشی اینه که بیاری بندازی تو این کوره ها، مخصوصا چون حجم مذاب داخل کوره خیلی زیاده، ترکیب شیمیاییش هم مثلا عوض نمیشه، هیچکی نمیفهمه که مثلا این توی جسم خارجی جسد افتاده. بعد مثلا ما 5-6 نفر بودیم از 2 تا خونه دیگه هم نماینده‌های اونا هم اونجا بودن برای بازرسی و یهو سکوت شد. بعد دیگه من بحث رو یه ذره به شوخی و خنده کشوندم، ولی یه لحظه احساس کردم که آره این واقعا یه ذره عجیبه. مثلا این شما معمولا وسط اودیت نمیان بگین که من به این فکر میکنم که جسد رو چجوری از بین ببرم. بعد یه لحظه احساس کردم که یه ذره شبیه خود منه، چون من بعضی وقتا از اینجور حرفا میزنم، مخصوصا که خوره پرونده‌های جنایی هم هستن. یهو میبینی که مثلا سر کار دارم در مورد اینجور چیزا صحبت میکنم، بعد همه یه ذره اینجوری خب چرا تو الان داری این حرفا میزنی؟ شاید هم اصلا این یه چیزیه که بچهای متالورژی باهاش درگیرن، چون رشته منم متالورژی، رشته اون آقا هم متالورژی بود. حالا دقیقا نمیدونم. بعد آره ما یه 6 ساعتی همینجوری داشتیم مراحل بازرسی رو پیش میبردیم و من واقعا خسته شده بودم چون اصلا فرصت نکرده بودیم حتی ناهار بخوریم. بعد مثلا فکر کنم فقط 2 تا قهوه از صبح خورده بودم. بعد مدام دارن اطلاعات بهت میدن، نمودار نشون میدن، مدرک نشون میدن، تو باید حواست باشه این مدرک برای چیه. مثلا فکر کنم بالای 200-300 تا مدرک جلوی من بود، بعد هی هم داشت اطلاعات بهش اضافه میشد و اینا دیگه. اصلا من خیلی خسته شده بودم. یه جایی دیگه مثلا بعد 6 ساعت برگشت من گفت خب حالا مثلا نظرت چیه، نظر کلی در مورد بازرسی و نظر در مورد کارخونه. و خب وظیفه ما هستش که واقعا بگیم دیگه نظرمون رو بهشون. و گفتم که آره به نظرم تو این قسمت ها اوکی هستش، ولی از نظر فلان فرایند من فکر میکنم یه ذره ضعف وجود داره. بعد احساس کردم آره دیگه خوشش نیامد، مسلما خوشش نیامد، ولی خب کنترل کرد و بازرسی رو ادامه دادیم. اما 2 ساعت بعدی اینا قشنگ اینو همکارش اون 2 تا بازرس که رفتن بعد از 6 ساعت، این 2 ساعت بعدی فقط من بودم با 2 تا از این افراد مهندسای این کارخونه. قشنگ منو گذاشتن گوشه رینگ و شروع کردن منو بمباران اطلاعاتی کردن. بعد اینجوری بود که مثلا من اینجا که نشسته بودم، یکیشون این برم نشسته بود، یکیشون این برم، قشنگ انگار ما یه تیمیم، به من این رو القا میکنن، قشنگ زبان هم بیان میکرد که آره ما مثل هم هستیم، ما زبون همو میفهمیم. بعد کلی مثلا نکات مشترک توی حرفاش، خیلی حرفه‌ای و سوسکی نکات مشترکی ما با هم دیگه داشتیم و مثلا هی پیش می آورد که من احساس کنم که ما ستایی یه تیمیم الان اینجا. بعد دیگه 2 ساعت فقط بمباران اطلاعاتی در مورد نکات قوت کارخونه. دیگه اصلا بحث رو ول کرده بودن که من رو اون قسمتی که من بهشون گفته بودم شما تو اون قسمت ضعف دارین، نه توجیه کرد نه دیگه در این مورد صحبت کرد، رفت روی قسمت‌های مثبت خودشون. و من خب خیلی کلافه شده بودم از این جایی به بعد. اصلا میخواستم بگم اوکی فهمیدم باشه ول کن، من فقط میخوام برم گذاشتم بذار. خیلی خسته شده بودم ولی نه، ادامه دادن. کل 8 ساعت رو منو مجبور کردن که اونجا حضور داشته باشم و با اینکه خیلی خسته و کلافه بازرسی رو تموم کردم و اومدم بیرون،
منظورم اینه که حالا با خوبی تموم شده، با هم شوخی و خنده و اینا هم انجام میدادیم. دیگه لحظه‌ای که از اون کارخونه اومدم بیرون یه نفسی کشیدم، خیلی خسته شده بودم از این لحاظ میگم، وگرنه که مثلا برخورد و مکالماتمون جالب و جذاب پیش رفت. بعد که اومدم خیلی خسته بودم، دیروز گزارش ننوشتم، امروز صبح پا شدم مشغول گزارش نوشتن و چیزی که پررنگ تو ذهن من مونده راجع به اون کارخونه اون 2 ساعت آخر بود. این که چقدر این 2 نفر با اون سنشون و با اون تجربه کاریشون انرژی گذاشتن، وقت گذاشتن، من رو بمباران اطلاعاتی کردن، نکات قوتشون رو برای من پررنگ کردن و چقدر به من نشون دادن که اینا به شدت پشنت هستن در مورد این کار و در مورد این قرارداد مخصوصاً. الان من گزارشی که میخوام بنویسم 100% به سمت این هستش که آره اینا میتونن این قرارداد رو اجرا بکنن، یعنی منو تحت تاثیر قرار دادن. منظورم این نیست که شروع کردن یه سری چیزهای دروغی به من القا کردن، واقعا کارخونه خوبی بودن، توان فنی و نیروهای انسانیشون اینا هم خوب بود، اما اون حرکت آخر، مثلا اگه من میخواستم بهشون نمره بدم 3 از 5، قشنگ خودشون رو یه نمره کشیدن بالا و شدن 4 از 5. خیلی برای من جالب بود. گفتم این رو به شما بگم، شاید من فکر میکنم این تو زندگی کلا به درد دادن میخوره. شاید شما یه زمانی میخواید برید اصلا مصاحبه کاری و شما تا اون 10 دقیقه آخر احساستون این باشه که اوکی اینا سوال پرسیدن من نتونستم جواب بدم، سکوت کردم، چه میدونم خراب کردم، نظرشون مثبت نیست، ولی اون 10 دقیقه آخر که برمیگردن میگن خب اگه سوالی دارید یا نکته‌ای هست میخواید بهمون بگید، من به نظرم اونجا همونجاست که شما اون فرد رو باید یه گوشه گیر بندازید مثل رینگ بوکس و بمباران اطلاعاتی بکنید در مورد نکات قوت خودتون، جوری صحبت بکنید چون اون مصاحبه کننده در نهایت من فکر میکنم اون 10 دقیقه آخر خیلی پررنگتر تو ذهنش خواهد موند تا این که مثلا حالا بعد شما سوال تکنیکی رو نتونستین درست جواب بدین. نمیگم که 100% شما از این روش جواب میگیرین، ولی فکر میکنم خیلی مفید باشه. من که داشتم اینا رو تعریف میکردم یه چیزی یادم افتاد. تو ایران من تو شرکت بازرسی کار میکردم. اینجوری نبود که جاهای مختلف بریم بازرسی، ولی مثلا پروژه میگرفتیم، برای پروژه های مختلف بازرسی انجام میشد. بعد بعضی وقتا سر این بازرسی که انجام میدادیم باید میرفتیم از وزارت راه و شهرسازی یه سری مدارک میگرفتیم. خیلی پیش میومد که من برم وزارت راه و شهرسازی. یادم یه بار آذر بود، نزدیک تولد من بود، ما قرار بود که مهمونی بگیریم با دوستام شبش برای تولد من و هماهنگ کرده بودیم که من از یه ساقی مشروب بگیرم. بعد من که صبح میخواستم برم سر کار باش هماهنگ کردم ساعت 9 مثلا سر کوچه این ساقی رو ببینم، مشروبا رو بگیرم، برم سر کار. برگشتم دیگه برم اینا رو با خودم ببرم خونه. فکر کن 2 تا بطری 1.5 لیتری قرار بود ازش بگیرم. اولا که از خود این پروسه ساقی پیدا کردن، اینا که میدونم خودتون بهتر از من در جریانین که چه پروسه‌ای بود واسه خودش تو ایران. بعد من برای اولین بار داشتم با این آدم کار میکردم، شماره‌اش یکی از دوستان بهم داده بود. به من گفتش که من کلاه سرمه، عینک آفتابی پوشیدم، یه کیسه دستمه، سر کوچه 5 دقیقه دیگه میام به تحویل میدم. من واسطه بودم اونجا، یه 2-3 دقیقه دیگه دیدم یه آقایی اومد دقیقاً با این مشخصات اومد، ولی من هرچی بهش لبخند زدم و حالا دیگه دست که نمیتونستم بهش نشون بدم و اینا بای بای کنم باهاش، ولی مثلا این لبخند میزدم، ابراز میکردم که سلام مثلا من اینجا هستم و اینا. همینجوری اومد جلوی من رد شد و رفت. من متعجب مونده بودم این چه کاری بود. دقیقاً مثلا 2 دقیقه بعد پشت بندش یه آقای دیگه با همون مشخصات دقیقاً اومد و این مشروبا رو به من داد و رفت. من خیلی خندم گرفت و فهمیدم که اون یکی مثلا ردگم کنی بوده. اگه یه وقت مثلا من مأموری چیزی باشم بخوام اینا رو گول بزنم، اینا مثلا اونو که گرفتم خب اون بگه که بله من چیزی دستم نیست، مثلا مشروب دستم نیست. خلاصه با این تریکا من مشروبا رو گرفتم، داشتم میرفتم سر کار که مدیر عاملم به من تکست داد، گفتش که سر راهت که داری میری سر کار برو فلان مدرک رو از وزارت راه و شهرسازی بگیر. دیگه منم همونجا اسنپ گرفتم رفتم وزارت راه و شهرسازی. کلن یادم رفت که آقا
دم در وزارت راه و شهرسازی از شما کارت ملی که میگیرن هیچی، بعد کیف شما رو هم میذارن زیر دستگاه. بعد حالا من چیزی که دارم 2 تا بطری مشروب، یه چیز بود دیگه، شبیه بطری آب بود. حالا شانس آوردم شیشه از اون شیشه ها نبود. آقا من رفتم دم در و اینا به محض اینکه کارت ملی منو گرفتن، من تازه یادم افتاد که اوکی چه بلایی الان سر من اومده. ولی دیگه ریسکشو قبول کردم دیگه. کیفمو گذاشتم تو دستگاه و تا این از اون دستگاه رد بشه من اصلا همینجوری نمیتونم حالم رو توصیف کنم که چجوری وایسادم اونجا تا اینا کیف من رو بردارن به من بدن و اصلا اینا شک نکردن. و واقعا خیلی 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 بعیده، چند درصد احتمال داره که یه دختره مثلا ریزه میزه پاشه با 2 تا بطری 1.5 لیتری مشروب باشه بیاد وزارت راه و شهرسازی. یعنی فکر می‌کنم اینا فکر کردن که این آبی چیزی هست دیگه، هیچ جوره نمیتونستن حدس بزنن و خیلی شانس آوردم، واقعا شانس آوردم. و دیگه رفتم اون مدرک رو گرفتم و تا اومدم بیرون واقعا تنش و استرس زیادی بهم وارد شد. و الان من میتونم ادعا بکنم تنها کسی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی با 2 تا بطری مشروب رفته داخل وزارت اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی و اومده بیرون من هستم. اینجوری پرچمم بالاست. ولی یه چیز جالب دیگه هم در مورد این خاطره اینه که کلا یه سری آدم ها مغزشون توانایی تحلیل خطرها رو نداره. یعنی مغز همه مشابه همدیگه کار نمیکنه و من اینو متوجه شدم که منم جز اون گروه آدم هام که اون شدت خطر رو اونجوری که بقیه حس میکنن من حس نمیکنم. واسه همین ممکنه که خیلی بی‌پروا یه سری کارها رو انجام بدم و یه سری ریسک ها رو تو زندگی انجام بدم که آدم های خیلی زیادی فکر کنن که نه من بهتره این کار رو انجام ندم. و اینم به کارکرد مغز برمیگرده دیگه، نمیتونم هم کارش بکنم به جز این که دیگه یواش یواش با گذشت زمان و بالا رفتن سن این حالت یه ذره دیگه کم و کمتر میشه و از اون حالت بی‌پروا بودن آدم کم میشه. آره همینا رو میخواستم بگم دیگه. باید پاشم آماده شم و برم سر کار. ممنون که به این خاطرات من گوش دادید و امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.